اینجا سب، منزل و حافظ پیشدادیان این دیار. نقوش باد و باران بر پیکره دیوارهای خشتی آن روایتگر تاریخی است که بر آن گذشته است و برجک‌های آن چشم صاحبان قلعه در دفاع از بیگانگان بر این خاک بوده است. اینجا سب، بنایی خشتی با ارتفاع 6 متر. پا بر پله‌هایش بگذاری و از دروازه چوبی آن گذر کنی، هر خشتی که بر پیکره این قلعه نهاده شده خود روایتگر حس و خاطره‌ای گاه شیرین و گاه تلخ است که در گذر زمان بر این بنا رفته است.